در جریان یک عملیات ویژه در شهر چلیابینسک روسیه اعضای گروه جنایی را که از زادگان تاجیکستان عبارت بود با راه ترساندن تاجران خارجی را در بازارهای این منطقه عقب بسته بود دستگیر کردند. منبع زناک‌کام در مقامات حفظ حقوق منطقه گفته است که عملیات را اداره فسب ولایت چلیابینسک یکجای با پلیس و روسگواردیا دایر کرده است و در جریان کوفتوکوف از اعضای مافیای تاجیکی مقدار زیاد اسلحه مصادره کرده شده است. در نتیجه عملیات فوری و تفتیشاتی از اعضای فعال این گروه جنایی در منزل‌هایشان 4 پیستولت تروماتیکی، یک سلاح خودساخت آتشفشان، تیرها، سلاح‌های سرد و همچنین ادویات افراطی یافت و مصادره شد، گفته است منبع زناک‌کام. گفته می شود که رهبر مافیای تاجیکی چلیابینسک نیز دستگیر شده است، ولی مقامات نام او و دیگر اعضای این گروه را نشر نکردند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی گروهی با استفاده از سلاح پرونده جنایتی گشودند. به بازداشت شده ها تا 7 سال حکم زندان تهدید میکند. بنا به فرضیه تفتیشات اعضای این گروه به تاجران خارجی که در بازارهای چلیابینسک تجارت دارند حمله کرده آنها را با استفاده از سلاح میترسانیدند و مجبور میکردند که به آنها حق دهند. اعضای این گروه را همچنین به دست داشتن در تشکیل چند زناشویی گروهی در بازارهای منطقه گمان برمیدانند. هنوز معلوم نیست که اعضای این بند به کدام تاجران خارجی حمله میکردند، ولی قبلا اعضای گروه‌های جنایی عبارت از زادگان تاجیکستان اساساً به حمله و حق بستن هموطنان خودشان ایبدار میشدند و حامیان حقوق مهاجران تاجیک با اظهار تأسف میگفتند که زور تاجیک در روسیه فقط به تاجیک خودش میرسد.